سلام. niye önce bakacağım? آره ویتامین سی دیگه. خیلی باش. ویتامین سی. ویتامین سی با عین. امروز سالگرد ازدواجمونه. مبارکه. مبارکه. ده سال گذشت و گفتیم امروز یه کار جالب بکنیم جای جشن و سرور و پایکوبی هر ساله و فلان. امسال کار جالب گفتیم بکنیم. قرار شده یه 7-8 تا چیز من بنویسم، 7-8 تا نیوشا بریزیم بور بزنیم. حالا این چیزا چیه؟ مثلا من دیدم یه شاخه گل، چه میدونم انقدر تون طلا، 550,000 تا سکه فلان، هر چیزی که دوست داشتیم هدیه بگیریم با در نظر داشتن این که ممکنه اینا قاطی بشه و اون برای خودم هم در بیاد. یعنی مثلا من می‌نویسم اینجا مثلا یه شاخه گل میذاریم بور میذاریم یا خودم در میارم، موقع من اونو هدیه میدم به نیوشا عزیزم. حالا هر چی دوست داری بنویس، بعد میریزیم کادویی که قرار به هم دیگه بدیم و انتخاب میکنیم. 2 تا از توش در میاریم. 3 تا. 2 تا انتخاب خودمون، یک کدوم این 2 تاست چون تعدادش کم. میخوای چیز کنیم؟ یه دونه من برای تو بردارم، یه دونه خودت برای خودت، یه دونه تو برای من، یه دونه خودم برای خودم. اینم قشنگه. تیپ و قیافه و اینجا چیزا نگاه نکردم، خیلی همینجوری نشسته بودیم بعد از روز بارونی. اولین بار روز پاریز هم زده. باروز پاریم. و من دوست ندارم ببینم تو چی می‌نویسی، خواهش می‌کنم منم نمیخوام تو ببینی. حجاب کلمات خودت رعایت کن. من اصلا نمیخوام تو ببینی. ممنونم. من چون علاقه تو میدونم دارم خلواتو پر میکنم، چیزایی که تو نمی‌نویسی من می‌نویسم. تو داری کوچولو موچولو می‌نویسی؟ یعنی تو داری بزرگ می‌نویسی؟ مال من تموم شد. بایستا برام مونده. چک کنم نمیگیره. سطل بیارن؟ نه کاسه. اولین کاسه که به دستم استفاده. من به 3 علاقه دارم، تو به 2. من میگم 3. من 2 تو 3 اصلا 2 تا حزب مکتب جداگونه ای. ای حافظ شیرازی، راحت بگی بخواب، اصلا کاری با تو نداریم. اینو خودمون نوشتیم. حالا خودت در اومده؟ نه جیگرکی. جیگرکی میخوام بهت هدیه بدم لاتی. آها یعنی اینو تو باید به من بدی یا من باید به تو بدم؟ من باید اینا رو تو باید به من بدی. تو به من هدیه بده لاتی بیار. من باید به تو جیگر. یه دونه تو. حالا یه دونه تو بردار بر خودتو. اون من خودم بردارم. آره وایستا. طلا، فقط طلا. بالای 40-50 گرم. بیا. ای خدا. بیا. کادو یادگاری. کادو یادگاری مال من. خب حالا تو یه دونه به من بده. یزن اینو برات انتخاب کردم، کیف کنی. به صرف بستنی. به صرف تو چیزای خوبی برای من. هر ستاش که تا الان من نوشته من بوده. ببین میخوام این از نوشته های من باشه. یا قیاسا مستقیسی. نوشته های من انداختی این تو؟ توه. این کادوی سالگرده؟ آره. خیلی مدتش زیاده. نه به خدا خیلی من میشم یه سال خوب بود، یه سال جیگره که با تو مینوشتی
نشون بده به بچه ها. یک با غذا درست کردن بابا. باشه من تو به من بگو کدومشو بیشتر دوست داری؟ جیگرکی یا بستنی؟ جیگرکی. باشه. تو چی؟ یه ماه غذا درست کردن. باشه باشه. چقدر بی توقعی. یه ماه غذا درست میکنی از هفته 7 تا هفته 8. هر ما خواستیم غذا بخوریم دیگه گشنه نباید بمونی. من یه موی رفتن تو دارمون چی میخوره. گشنه نباید بمونی. ببین چیا داشتیم. یکی دیگه برداریم. ببین مثلا این شانسم 3 تا بود چی بود. چرا؟ بفرما. یه شاخه گل خیلی خیلی خوشگل و خاص. حالا اگه من برمی داشتم مثلا 3 تا بودن. ساعت. منم ساعت رو نوشته بودم. نه بابا. یعنی تورده. این ساعت توه؟ نه. آره این ساعت نوشته توه. نه نوشته من نیست. اینو ولی من خیلی دوست داشتم. یه درخت به یاد امروز بریم بکنیم. خیلی خوب میکنیم. اینو اصلا میذاریم مشترک. باش. میریم با هم یه درخت میکنیم. خریده یک جفت کتونی. یک جفت کتونی. قشنگ بوده اگه یه هفته امپراتوری. یعنی چی؟ یعنی یه امپراتور چیکار میکرده؟ اوه خدا رحم کرد. همون کارو میتونه چطور من اونجا یه ماه نوشتم میگی یه هفته بابا یه هفته یک ماه یک ماه عروسی 10 ساله مونه. حالا من نوشتم یه هفته امپراتوری ها یعنی لعن بدم گیلاس بخورم و انگور فقط. نه من یه غذا نه بابا یه ماساژ شام با شیر و نمیدونم به انتخاب طرف مقابل رستوران. منو باز. یه قطعه طلا. یه قطعه طلا. رقص با یک آهنگ کامل به دلخواه. که در میومد چه خوب. یه عدد ساعت مچی. اینو من نوشته بودم. تو خیلی اداری نوشتی نشم ساعت. یک گردنبند یا دستبند نقره. نقره. شما یه سفر دوتایی خواستم بهت هدیه بدم. یک هدیه دوست داشتنی به سلیقه پارتنرت. خب تموم شد. حالا میریم به اجرا. بریم به اجرا. یعنی اون شب هم فیلم میگیریم جیگرکی و امشب بریم دیگه. بریم. اون شب چیه؟ خب ما داریم میریم که دو سیخ دل بزنیم تو دلمون به یاد اون روزی که دلمون یکی شد. دل به دل راه داره. دلکم دلکم دل برکم دل بری با نمکم آوردی سرکم و شکستی باد و پرکم. من بدون اکسیسه دارم ویدیو میگیرم. No problem. اوکی. اینم بزرگترین جیگرکی تهران، حاج ممی عزیز و بزرگوار. اوستا چلو کبابی ای آدم حسابی به به چه دوغ نابی عجب چلو کبابی کوبیده و برگ تازه چقدر خوب و با مزه تو باشقاب و تو دوری جلو گذاشتی فوری پول میگی پول ندارم الکی خوشم بیارم به جاش برات میدستم قربون نازش هستم از تو به مولا ممنونم خوبی نمودی میدونم منم به لطفت اکوادور راضی هستی؟ مبارکه. به پایان آمد این دفتر
یک ماه غذا و آشپزی همچنان باقی است. خدایا شکر. خدایا آقا من میخوام کادو یادگاری انتخاب کنم. خیر. آقا باید تصمیم درست رو میگرفتی که گرفتی. ازت تشکر من. اینقدر تصمیم درسته. شب عالی متعالی. پرتقالی. پرتقالی.